سمیه رشیدی هستم، متولد سال 1364، متولد از شهرستان تربت حیدریه، ساکن در مشهد. از دوران کودکی در واقع همیشه شاهد در واقع نابرابری‌ها و تبعیض‌های داخل جامعه، خانواده و اون در واقع بافت سنتی که داخلش بودم و زندگی می‌کردم بودم و همیشه نسبت به این ها معترض بودم و حساس بودم. توی دبیرستان فرهنگ که در واقع یکی از دبیرستان‌های تخصصی رشته علوم انسانی درس خوندم که تا جایی که میدونم توی کل کشور 5-6 تا در واقع دبیرستان بیشتر وجود نداره. دانشگاه با رتبه خیلی خوب قبول شدم، رتبه کنکورم 400 بود. با علاقه خودم جامعه شناسی رو انتخاب کردم، و با توجه به مخالفت خانواده شهر تهران انتخاب کردم تا حدودی به مستقر شدنم کمک کنه. سال 82 وارد دانشکده علوم اجتماعی و علوم ارتباطات شدم. من اصلا اون اول با توجه به اینکه وارد انجمن اسلامی شدم، حالا به عنوان یه عضو داوطلب همه فضاهای دانشگاهی رو شناختم و در واقع دیدم که علاقه خودم به بحث زنانه. با بچه‌های گروه مطالعه زنان ارشد وارد کار شدیم، شروع کردیم سر یه سری از مسائل صنفی از جمله در واقع فضای محدود سلفی دختران دانشگاه که حالا مباحث خودشو داره و خیلی هم طولانی کار کردن. یه سری پاتوقای ارتقا آگاهی تشکیل دادیم که خب از دل این پاتوقا خیلی چیزای خیلی خوبی در اومد، یعنی تونستیم توی یه بعدی از در واقع خشونت زنان یه گروه تشکیل بدیم، خشونت علیه زنان و فعالیت بکنیم، کارگاه خیلی خوبی تشکیل دادیم و در نهایت بعد از 1-2 سال فعالیت و شناختن زمینه‌ها و گروه‌ها و اینکه همه بچه‌ها فعال بودن، بحث زنان خیلی در واقع و حقوق زنان خیلی تو دانشگاه الان بین دختران مهم بود، تصمیم گرفتیم که یک کانونی رو بزنیم که خواستمون به صورت در واقع قانونی و یه فعالیت منسجم شده و نهادینه شده تو دانشگاه وجود داشته باشه. کانون زبان زنان که سال 80 اواخر سال 83 کاراش انجام شد و سال 84 مجوزش رو گرفت که متاسفانه بعد از یه مدتی در واقع اون شکل رسمی خودش بیشتر نتونست ادامه پیدا کنه، با اینکه ما کاملا کارمون صنفی بود، کارمون کاملا چیزی بود که با توجه به مجوز بود و ما هیچ برنامه‌ای خارج از مجوز نداشتیم و حتی همه محتواهای چیزامون مشخص بود، چون ما اینا رو همه رو هر کارگاهی داشتیم، هر جلسه‌ای داشتیم، بعداً چاپ می‌کردیم تو خود نشریه دانشگاه که یک نشریه زنان بودش. اما متاسفانه این نتونست به کار خودش ادامه بده و لغو مجوز شد و خب منم به خاطر این کانون چون دبیرش بودم، دبیر این کانون بودم، خیلی مورد ضرر قرار گرفتم و جلسات کمیته انضباطی متعددی رفتم. این فضا رو سعی کردیم از فقط تو دانشگاه نداشته باشیم، توی خوابگاه هم ببریم. مناسبت‌های مختلفی که تو دانشگاه وجود داشت برنامه می‌گرفتیم، مناسبتی که در مورد زنان بودش، روز جهانی صلح و زنان و حالا روز جهانی مبارزه علیه خشونت علیه زنان و همه برنامه‌هایی که در واقع روز جهانی زنان توی این مناسبت‌ها کار کرده باشیم. من از لحاظ تحصیلی و خب اخلاقی هم پرونده خیلی خوبی داشتم، یعنی هم ارتباط خیلی خوبی با استادا داشتم، یعنی یه دانشجویی بودم که خب توی همه کلاس‌ها اون موضوعات کنفرانسی من تو حوزه زنان برمی داشتم و سعی می‌کردم همیشه به بهترین نحو ارائه بدم. من سال 85 که در واقع سال آخری بود که من داشتم می‌خوندم برای آمادگی برای کنکور کارشناسی ارشد زنان و اون سالم فکر می‌کردم قطعاً با این مدلی که دارم درس می‌خونم و در واقع تسلطی پیدا کردم برای فوق لیسانس آماده هستم. سال 85 متاسفانه در جریان این کمیته انضباطی را رفتن آخرین حکمی که به من دادن یک ترم در واقع تعلیق بودش، تعلیق از خوابگاه و تعلیق از دانشگاه. میدونستم که دادن این حکم به این سنگینی در مقابل اون همه فعالیتی که من همش صنفی بوده، فعالیت اجتماعی بوده یا تاثیر مثبتی که فکر میکنم با همراه با بچه دیگه تو فضای دانشگاه گذاشتیم،
واقعا ناعادلانه است. فعالیت های دانشگاه، من وارد شدم به عرصه در واقع فعالیت زنان و حوزه زنانم از دانشگاه بود. یک تاثیرش رو میتونم بگم که خود رشته‌ای که میخوندم و اینکه خب من از همون ترم 1 و 2 که مبانی جامعه شناسی داشتیم با بحث فمینیسم و مباحث مربوط به حقوق زنان، تاریخچه حقوق زنان و فعالیت‌های زنان آشنا شدم و خب حالا درسایی هم که داشتیم که مرتبط بود مثل درس بررسی مسائل اجتماعی ایران که خب در واقع حوزه‌های مختلف هم بررسی می‌کردن که یکی از این حوزه‌ها در واقع بحث جامعه شناسی زنان بودش. یک قسمتش این بود، یکی دیگه‌اش فکر می‌کنم خود فضای دانشکده، فضای حالا وجود گروه‌های مختلف و اینکه حالا تو دانشکده ما تو ارشد رشته مطالعات زنان وجود داشت و خب اینم تونست به من تو مقطع لیسانس دید بده و منو خیلی بیشتر جلو ببره. و دیگه اینکه خب من اون موقعی هم که فعالیت دانشگاه شروع کردم اوج فعالیت‌های NGO ها بود در زمینه حوزه زنان که من از دانشگاه با چند تا از بچه‌ای که تو این NGO بودن فعالیت داشتن آشنا شدم. بعد خب با گروه مختلف و NGO مختلف اول به خاطر کانون زنان ارتباط گرفتم، یعنی خب ما می‌خواستیم یه NGO بودیم که یه نهادی بودیم که داخل دانشگاه ارتباط داشتیم و می‌خواستیم خب حمایت و در واقع تجربیات کسایی که توی حوزه زنان پیشکسوتن هستن رو بدونیم و یا اگه سخنرانی یا برنامه‌ای هستش دعوت کنن. این باعث شد که من با فضای بیرون از دانشگاه و فضای حوزه زنان و افرادی که تو این حوزه هستن در واقع ارتباط پیدا کنم. خودم بعد از این مدتی توی NGO هستی اندیش فعال شدم و شروع کردیم به کارهای مشترکی که هم توی هستی اندیش بود هم با هستی اندیش با NGO های دیگه انجام میداد، از جمله مرکز فرهنگی زنان.